امروز به سفارش آریا پرنسس آموزش دیدن فنای جدید و همچنین پاسخ به درخواست آموزش میدیم. صفحه وال روی پروفایل کلیک کنید، این صفحه باز میشه که صفحه پروفایل ماست. سمت چپ روی فنز کلیک میکنید، یعنی طرفداران. صفحه فن شما باز میشه. ببینید اینجا نوشته مای فن، تعداد فنتون رو توی این پرانتز نوشته و این بالا ببینید این تب مای فن مشکیه، یعنی شما الان مای فن هستید. اینا تبای دیگه هستن، یعنی شما از همینجا میتونید ببرید کسایی که فن کردید روی این کلیک کنید و که حالا اینا رو توی یا دوستاتون اینجا کلیک کنید. خب ببینید روی مای فن این صفحه که باز میشه در ابتدا یه سری خب آیدیا هست که به ترتیب حروف الفبا نیست. ما برای اینکه چیزی از قلم نیفته به ترتیب حروف الفبا فن را میاریم که اگر دیدیم کسی فن ما شده و ما به او پاسخ ندادیم بتونیم ما هم فن بک کنیم، یعنی به فن اونا بشیم، طرفدار اونا بشیم تا اینکه پاک نکنن فنشونو. بعضی وقتا بعضی هستن که عکسای ناجور یا عکسایی که شما دوست ندارید رو انتشار میدن، ارسال میکنن روی دیوارا و یا مزاحمت ایجاد میکنن. شما میتونید بیاید اینجا دکمه رو بزنید و استاپ کنید و دیگه فن اون نباشید، جزء طرفدارای اون نباشید. اینجوری صفحاتی که اونها ارسال میکنن روی دیوار شما نمایش داده نمیشه. خب حروف آ را دیدیم، فن جدید نداریم. حرف ب، اسامی که با ب شروع شدن تا آخر میریم. بعضی وقتا ببینید این آخری چند ثانیه باید صبر کنید که اگر ادامه داشته باشه باز بشه صفحات ادامه. خب بی هم کسی رو نداریم جدید. حرف سی، سی هم فن جدید نداریم. حرف دی، خب دی هم نداریم. حرف ای، ای هم نداریم. حرف اف، خب اف هم فن جدید نداریم. و بعد حرف بعدی، بازم حرف بعدی، بازم حرف بعدی، آی هم نداشتیم. کی،
L M. بله اینجا میبینید که M واگاس فن جدید ماست. ببینید بعضی وقتا اگر نخواستید اون اصلا فن شما بشه اینو با بزنید. اینجوری میگید که آقا من دوست ندارم شما اصلا فن ما بشید، یعنی نمیخوام ارسالیای من، عکسای من یا هر چیزی روی دیوار شما رو به نمایش در بیاد، که این البته به ضرر شماست، ولی خب بعضی وقتا بعضی شاید ازشون خوشتون نیاد این کارو میکنید. حالا ولی شما ببینید بخواید فن اون بشید، از طرفدارای اون بشید که عکسای اون روی صفحه شما به نمایش در بیاد، باید اینو بزنید. این یعنی فن بک. الان شما به فن اون پاسخ دادید. و همچنین ببینید محسن عباس باز به فنش پاسخ میدید. response to request funds. حرف N حرف بعدی حرف بعدی P حرف بعدی Q بله اینجا داشتیم. ببینید این یکی فن بک میکنیم و به فن اون جواب میدیم. حرف S خب حالا میریم تک تک انتخاب میکنیم. این یکی، این یکی دیگه، خب T بله یه دونه اینجا پیدا کردیم.
اوکی. خب این فن بک بیکام فن یعنی جزء طرفدارای اون میشیم و باز حرف یو فکر میکنم اسمایی با یو شروع میشه، بیشتر از این نیست. بازم هست. خب حرف وی، حرف دبلیو، یه دونه اینجا هست، یه دونه وگاره، حرف اکس، و حرف وای و حرف زد آخری. اوکی، به این صورت ما به همه فنامون جواب دادیم. معمولا سعی کنید هر روز 2-3 بار این کار رو بکنید که به تمام فناتون به موقع جواب بدهید، تا اینکه نکنه اونا یه دفعه احساس کنن که شما نمیخواید فن بک کنید، یعنی به فن اونا جواب بدید و نمیخواید طرفدار اونا بشید و اونا هم کنسل میکنن طرفدارشون از شما و اینجوری به ضرر شماست، طرفدارای شما کم میشه. پس سعی کنید روزی هر چقدر بیشتر بتونید این کارو بکنید بهتره. بررسی کنید ببینید کسی هست که شما انتخابش نکردید یا نه، و اگه هست حتما فن بک کنید تا طرفدارای شما بیشتر باشه و درآمد شما بیشتر باشه. توی جلسات دیگه میتونیم اد کردن دوست و حالا جواب دادن به نامه و چیزای دیگه که درخواست کنید رو توضیح بدیم و آموزش بدیم. پس به این صورت ما امروز به فنامون جواب دادیم.